با عرض سلام و سپاس سال 2022 را به شما برادرهای عزیزم، خواهرهای مهربانم، پدرها و مادرها، هموطنهای عزیزم تبریک و تهنیت میگویم. میخوام که در سال 2022 غم و غصه و اندوه زندگی همه ما و شما را ترک بکند، برود به دور، خانه ها شوند پر از نور. من این نوار را مخصوص برای شما تهیه کردم عزیزان دلم، مخصوص برای شما مهاجران مهنتی، خواهرها و برادرهای نازنین و ارجمند من. میخواهم از صمیم قلب این لحظه شما را تبریک بگویم. میخواهم تمام شادی‌های زندگی نصیب شما باشد. واقعا 2 سال دشوار را با هم پشت سر کردیم. سال 2020 و سال 2021 سالهای آسان نبودند، ولی بگذار از این به بعدش پر از زیبایی باشد. من میدونم که ما از سال نو معجزه را انتظاریم. فکر میکنیم که در سال نو یک معجزه رخ میدهد و زندگی زیبا میشود. نه، میدونید معجزه رخ نمیدهد. سال نو هم روزهایش، دقیقه و ثانیه و لحظه هایش مثل همین سال کهنه اند. یعنی دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه، هفته ها مانند هم، ماه ها مانند هم. ولی میدونید معجزه در کجاست؟ در قلب هر یک ما و شما. معجزه رو ما خودمان به یکدیگر باید هدیه بکنیم، با لبخند، با حرف شیرین، با کلام پر از مهر و محبت. کافی است حرف زشت، حقارت، حرف درشت کافی است. این همه درشت گویی ها کافی است. اگر معجزه رو انتظارید، پس به یکدیگر تبسم بفرستید، به جانب یکدیگر لبخند بزنید، دست دراز کنید، دست رفاقت، دست برادری. این است معجزه. و من از صمیم قلب یک بار دیگر شما رو تبریک میگویم. به همه شما نصرت و زیبایی و زبردستی رو تمنا میکنم. عزیزانم، سال نو مبارک شود.